بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس 21 عقیده هست و هر درس عقیده میتونه نیست که ما براتون بگم که این درس ما میتونم همیشه کوشش کنین که درسای عقیده را هم خودتان خوب یاد بگیرین و هم به فامیلتان بفهمانین. اگر کس درسای عقیده را یاد نداشته باشه، ولو که کتابای فقه را از اول تا آخر کلش تو با زیر زبرش حفظ هم کنه، مشکلات اعتقادی برش پیدا میشه. درس امروز ما شما درس 21 تمرین درس 20 است. در درس 20 خلاصه‌شی بود که ما شما 5 قاعده را خواندیم. 5 قاعده ای بود که افعال خالق است که ما در توحید افعال یا توحید ربوبیت گفتیم 5 قاعده داره. توحید ربوبیت چی را میگن؟ توحید افعال میگن که ما افعال خالق متعال بشناسیم و مطابق از او زندگی بکنیم و فامیل ما مطابق از او زندگی بکنه. مطابق توحید ربوبیت. اکثر مردم در سابق میگفتن که مردم توحید ربوبیت میگفت کلگی میفهمن، در الوهیت مشکل داره، لکن آل مشکل در توحید ربوبیت هم مشکل است. توحید ربوبیت قواعدش چی است؟ قاعده اولی است، گفتیم که دست خود نشان میدیم که اول افعال خالق بشناسیم. افعال کی رو بشناسیم؟ خالق متعال بشناسیم. دوم قاعده چی بود؟ که افعال مخلوق بشناسیم. این قاعده است که اگر تو میخوای که توحید ربوبیت درست بفهمی، اول باید افعال خالق بشناسیم، دومش افعال مخلوق بشناسیم، سومش گفتیم که افعال خالق به مخلوق نسبت ندیم، چهارمش چی بود؟ که افعال مخلوق به خالق نسبت ندیم، و پنجمی قاعده ای بود که افعال خالق از مخلوق تقاضا نکنیم. اینی بود قواعدی که دفعه گذشته ما شما خواندیم، ان شاء الله کلگی رو فهمیده. امروز امیر تمرین میکنیم. اول گفتیم افعال خالق میشناسیم. من یک جدول جور کردم، زیاد تفصیلات باز میشه در آینده، لکن به خاطر فهمیدن این افعال مثلا 14 فعل از افعال خالق است. افعال خود زیاد است، 14 فعلش به شکل نمونه گرفتیم که اولش خلق کردن است. پس ما باید بفهمیم که خلق کردن چی معنی؟ یعنی از نو یک چیز را پیدا کردن. تو نیست که مثلا تو اینجا درخت است، از درخت میگیری میز میسازی. این خلق گفته نمیشه، این صنعت گفته میشه. میگه صنایع خفیفه و صنایع ثقیله و صنعتکارا و پیشکارا. اما خلق کردن چی نمیگه؟ که اصلا وجود نداشته و موادش هم معلوم نبوده و هیچ چیز نبوده، تو از هیچ رو چی میکنی؟ به میان میری. این خلق میگن. دنیا هیچ وجود نداشته. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی که الله اراده کرد که انسان پیدا شود، عالم اسباب هم الله خلق کرده. ما شما در عالم اسباب هستیم، لکن خلق کننده ذاتی است که حتی بدون عالم اسباب دنیا را، حالا اکثر مردمایی که کافر میشن و والله اول تخم پیدا شده یا اول مرغ پیدا شده یا اول دنیا چه قسم پیدا شده یا این قسم شده دیگه انشاءالله، اینا کلشان در عالم اسباب و در وسایل ساینسی گپ میزنن. اما خالق که شناختی، وقتی که میگیم الله خلق کننده است، معنایش چی است؟ که الله هر چیز را که بخواد بدون از اینکه کدام مثال از او یا شکل از او یا نقشه از او یا تصویر از او باشه، الله هم از را خلق میکنه و خودش با علم غیب خود هم نقشه میپرته، هم تصویرش جور میکنه، هم تقدیرش جور میکنه، هم خلقش میکنه. فهمیدین نه؟ پس خلق کننده دنیا و خلق کننده مخلوقات و خلق کننده حیوانات و خلق کننده پرنده ها و خلق کننده تمام الله سبحانه و تعالی است.
پس میم سری فعل اول فهمیدیم که فعل الله خلق کردن است. پس فعل مخلوق چی است؟ مخلوق خلق کننده نیست. فعل مخلوق چی است؟ برعکس ازی. مخلوق چی است؟ مخلوق آنچه که الله برش خلق کرده دی تغییرات میاره. چه قسم تغییرات میاره؟ مثلا آب است، انرژی هست، ادیسون آمد امی سیستم گرفتن برق از آب ای کشف کرد. پس ادیسون چیزی که هیچ وجود نداشت او را نکرده، بلکه برق از کجا گرفت؟ از آب گرفت. نجار چی میکنه؟ نجار خلق کننده نیست، صنعتگر است. درخت را که الله خلق کرده، آهن را که الله خلق کرده، از او آهنگر برش اره ساخته و درخت را که الله برازی خلق کرده با اینمی اره میگیره، درخت قطع میکنه، برای ما تو یک میز میسازه. پس انسان فعلش صنعت ساختن است، یعنی در مخلوقات الله از یک چیز دیگه چیز میسازه. از درخت الماری میسازه، اما خلق کننده الله هست. نجار نمیتونه که درختی را که اگر درخت نباشه میز بسازه، اما خالق میتونه. درخت هیچ وجود نداره، الله خلقش میکنه. پس فعل خالق شناختیم که انسان ازدواج میکنه، ازدواج کردن فعل مخلوق است، اما امی طفل، امی نطفه را ایره کی خلق میکنه؟ الله. و این مراحل مختلفی که این نطفه هست، بالاخره مضغه و علقه و استخوان و بالاخره روی استخوان پوست، این مراحلش که میگن این کلش الله سبحانه و تعالی در بطن مادر اینمی موجود خلق میکنه. این موجودی که مرده هست در داخل ازی روح میدمانه. این الله. پس خلق کننده مخلوق کی است؟ الله هست. از این خاطر یکی از افعال الله خلق کردن است که این خلق کردن مخلوق نمیتونه. پس ما گفتیم افعال خالق بشناسیم و افعال مخلوق بشناسیم. افعال خالق به مخلوق نسبت ندیم. متوجه شدیم؟ یعنی این دنیا را نگوییم که این دنیا را مخلوق ساخته، این انسان فلانی ساخته. نه خیر. افعال خالق به مخلوق نسبت نمیدیم و افعال مخلوق به خالق نسبت نمیدیم. مخلوق چی افعال داره؟ مخلوق خوردن داره، مخلوق نوشیدن داره، مخلوق خوابیدن داره، مخلوق ازدواج کردن است، مخلوق گرسنه شدن است، تشنه شدن است، خسته شدن است، حسادت کردن است، دروغ گفتن است، غیبت کردن است، پشیمان شدن است، ناکام شدن است، تهمت کردن است، دزدیدن است. کارهای خوب و کارهای افعال مثبت هم داره مخلوق و افعال چی داره؟ منفی داره. لکن اگر افعال مثبت هم داره، افعال است که مربوط به مخلوق میشه، دلالت به مخلوق بودنش میکنه، و اگر افعال منفی هم داره دلالت به چی میکنه؟ مخلوق بودنش. چرا؟ این فعلی که از مخلوق است به شکل از اشکال در این ناتوانی و عاجزی هست. مثلا خوردن فعل مخلوق است نه؟ خب ما مثلا میگیم اینه من سر 20 قسم کباب میمانم، غذا را میمانم میخورم، یک فعل بسیار خوب است. لکن میگیم نه نه نه، این خود صحیح است که تو میخوری، لکن چرا میخوری؟ چون مخلوق هستی، اگر نخوری زندگی کرده نمیتونی. پس وقتی که مخلوق هستی بدون خوردن زندگی کرده نمیتونی، پس خود اینمی که این غذا را میخوری دلالت به عاجزی تو میکنه. یعنی من امروز صبح چای نخوردیم، اگر امروز چاشت نان نخورم تا ساعتهای 3 بجه 4 بجه دیگه وضعیتم خراب میشه. در رمضان خب قدرت الله هست که به روزدار قوت میته تا شام قرار بیغم هستی، شام و مازان میته، هیچ قصهش نیست، میگه برو خیر است یک 15 دقیقه دیگه حوصله کرده میتونم. اما روزه که نداشته باشید 2 بجه 3 بجه که شود
از گپ زدن و از درد زدن میمانیم. پس درست است که من میخورم ولو غذای خوب میخورم، لکن اینمی غذای خوبم که میخورم دلالت به این میکنه که من چی هستم؟ عاجز هستم و ناتوان هستم و بدون غذا زندگی کرده نمیتونم. پس من چی شدم؟ پس فعل مخلوق دلالت به چی میکنه؟ به محتاجی میکنه. از این خاطر میگه که ما افعال مخلوق به خالق نسبت نمیدیم. فهمیدین یا نه؟ نوشیدن این گپ است. اگر یک مخلوق 2 روز 3 روز 4 روز آب ننوشه احتیاج است و به هلاکت میرسه. پس نوشیدن دلالت به چی میکنه؟ به احتیاج میکنه. پس من مخلوق هستم، محتاج هستم. این حال اگر این نوشیدن العیاذ بالله به خالق نسبت میده، نسبت عاجزی و احتیاج به کی داد؟ و این کفر است. این کفر است. خوابیدن، من خواب میکنم. چرا استاد خواب میکنی؟ پس وقتی که من خودش شناختم خالقم میشناسم. یگانه که میگه که خود شناسی امی است که نقص خودم هستی ذات کامل را احساس میکنم. چون من ناقص هستم، نقص خودم برای من میفهمانه که یک خالق هست که او نقصان نداره. مثلا من در اینجا شیشتیم از اوضاع شار خبر نیستم. مریخ نمیفهم چه قسم است، عطارد نمیفهم چه قسم است، نظام شمسی رو نمیفهم چه قسم است، تا که نرم در سر تلسکوپ نشینم و وارد درک نکنم. پس این فیلسوف چی میگه؟ میگه وقتی که من فهمیدم که من وقتی که در اتاق خود شیشتیم از باقی دنیا بیخبر هستم، پس باید ذات قوی باشه که تمام دنیا در تحت تصرف از او باشه و از ذره ذره مخلوقات با خبر باشن. حالا اگه 5 دقیقه در نظام شمسی یک تغییر به یکیش توقف کنه دیگه حرکت کنه، چی میشه؟ تکر میشه و با تکر نظام شمسی از بین میره. از همین خاطر الله سبحانه و تعالی به خاطر شناخت خود چی میگه؟ و فی انفسکم، در نفسای خود چرا تدبر نمیکنه؟ اگر انسان در وجود خود تدبر کنه میفهمه که ذات قوی هست که مرا خلق کرده. اگر انسان مثلا دست خدا میبینه، اگر دست ما قاط نمیشد، سیگه و فی انفسکم افلا تتدبرون، در نفسایتان چرا تدبر نمیکنید؟ پس الله سبحانه و تعالی بر ما نشان میده که اگر امی دست تو قاط نمیشد، دی فکر کن. من فکر کردم که دستای ما قاط نمیشد. خب چی میکردم؟ به خاطر گرفتن یک لقمه برای هر کدام شما محتاج میکنم. تو بیادر بیا میجه می لقمه را به میدان مکن. اما حال من لقمه را میگیرم و دستایم خوبه متهم یک قسم چیزا کس نه چنگک دار لقمه را خوب میگیری، از این لقمه مثلا یک لقمه پلاو و یک کله پشک جور میکنی، در بین سلات ملاته را میپرتی و میخوری. پس میگه سبحان الله، یا رب تو رحمان هستی، تو رحیم هستی، تو حکیم هستی که دست مرا می قسم نماندی. یک استخوان درازی قسم می بود، یک استخوان درازی قسم، خلاص دست از دیگه کارا را میکردی، اما نان خوردن نمیتونستی. در نان خوردن احتیاج مردم بود. پس وقتی که انسان خودش شناخت، ضعف خودش شناخت، خالق هم شناسه که ذات قوی هست، با عظمت هست. از این خاطر خوردن، نوشیدن، خوابیدن. چرا خواب میکنیم؟ به خاطر ازی که اگر 2 شب خواب نکردی، روز سوم نه کار کرده میتونی نه حرکت کرده میتونی و وضعیتت بسیار خراب است. پس او ذاتی که برای ما خواب خلق کرده و با ذات خود توصیف کرده که لا تأخذه سنة ولا نوم. حالا مثلا تو که یک روز خواب نکردی پینگی میگیرید، قرار شیشتی دمی عین شیشتن خوابت میبره. ایره سنه میگن. سنه چی رو میگن؟
که آدم بسیار خسته هست. چرا خسته هستم؟ به خاطری که مخلوق عاجز و ناتوان هستم. چرا خسته هستم؟ عاجزم. پس سنه خستگی که مثلا پینگی ما و شما میگیم که سر ما پینگی میایه که سر ما پایین میره و خواب میکنیم، این دلیل چی است؟ دلیل عاجزی هست. از این خاطر در توحید اینه ما که میگم که 5 قاعده بسیار مهم است. واده 5 قاعده باور بکنین که کلان علما در خطا رفتن، الله ببخششان، فوت کردن. یهود لعنت خدا چرا سرشان نازل شد؟ دینیم 5 قاعده غلطی کردن. افعال مخلوق به کی نسبت دادن؟ خالق. اگر شما میل بایبل بخوانین، بایبل ما خواندم، امی کتاب مقدس ترجمه ایره میکنن که اولد تستمنت عهد قدیم است، نیو تستمنت عهد جدید است. اولد تستمنت تورا میگن که تورات میگن، نیو تستمنت انجیل است که ایره گاسپل میگن. فهمیدین یعنی؟ و اردوی گاسپل و تورا را جمع کردن بایبل میگن و ترجمه میکنن بایبل. در عربی میگن الکتاب المقدس، به نام کتاب مقدس میگن، هولی بوک. این حال در هولی بوک از یا که بخوانی چرا یهود و نصارا لعنت خدا سر از اینا نازل است. ما یک درس داریم در اخلاق، در پوانتون درس میدیم. کتابای اخلاق ما با کتابای اخلاق دیگه یک فرق داره. اینه ما به شما میگیم، به کس نگوین، خب بین ما و شما باشه. دیگرها وقتی که درس میتن اخلاق درس میتن، اخلاق با پدر، اخلاق با مادر، اخلاق با برادر، اخلاق با همسایه، میگن هم میگن صحیح؟ مگر ما فصل اول کتاب اخلاق با مقدسات است. اول ادب و اخلاق با الله هست، باز ادب و اخلاق آمنت بالله و ملائکته. ادب و اخلاق با کی؟ با ملائکه. باز ادب و اخلاق با کتابهای الله. باز ادب و اخلاق با پیغمبران الله. صحیح؟ باز ادب و اخلاق با قبر و با روز قیامت. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که قبر دشنام نتی. قبر چی کنیم؟ دشنام نتی. خب ادب و اخلاق است با صحابه کرام. چرا؟ چون صحابه کرام، من روز از صنف گفتم که برادرای عزیز، اگر استاد دایر دشنام میتی گناهگار شدی. اگر ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق و حضرت عثمان رضی الله عنه و حضرت علی رضی الله تعالی، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اگر وارد دشنام میتی، باز تو در حقیقت قرآن دشنام دادی. چرا؟ لقد رضی الله عن المؤمنین. الله میگه که این 1400 نفری که با رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیعت کردن، الله رضی الله از اینا راضی شد. و دیگه میگه عن المؤمنین. اینا کی بودن؟ مؤمن بودن. فرمولش چی است در اخلاق که مربوط به درس عقیده هم میشه؟ که با گفتن لا اله الا الله در چوکات ایمان داخل میشه. یک محصل با دادن کانکور در پوانتون داخل میشه، لکن با درس خواندن و امتحانهای سمستر مثبت سپری کردن در پوانتون باقی میمانه. نمیمانه؟ در عقیده با گفتن لا اله الا الله امتحان و کانکور است.
با لا اله الا الله در کجا داخل میشیم؟ داخل اسلام میشیم. با ادب با مقدسات دمی چوکات باقی میمانیم. ادب با الله، ادب با ملائکه، ادب با صحابه کرام، ادب با پیغمبران، ادب با قرآن عظیم الشان، ادب با کتاب آسمانی. ادب 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 ادب. از این خاطر از خدا خواهیم توفیق ادب. بی ادب محروم شد از فضل رب. این حال خود بگی که استاد این درس اخلاق تو را به درس امروز افعال چی ارتباط؟ میگی نمیگی؟ میگم ارتباطش این است که یهود و نصارا سر یهود لعنت خدا چرا نازل شد؟ به خاطر ازی که اینا بی ادبی کردن، افعال منفی و زشت، افعال منفی و زشت مخلوق به کی نسبت دادن؟ به خالق نسبت دادن. گفتن ید الله مغلوله. قرآن میگه سر یهود لعنت خدا شد. چرا؟ بی ادبی کردن، گفتن که ید الله مغلوله. یعنی دستی که مغلوله باشه چی مانه؟ دست کسی که مشکنه با زیر بسته میکنه در گردن خود اویزان میکنه. همین دست شکستگی که در گردن اویزانه است، این چی است؟ این عرب ها مثال برای این میگه که فلان دستش بسته است. چی مانه دستش بسته است؟ یعنی بخیل است. چی است؟ یهود لعنت الله سرشان شد به خاطر که صفت چی رو دادن به الله؟ مخلوق. و ما در قاعده چی گفتیم که افعال مخلوق به الله نسبت نمیدیم. در کتاب بایبلشان در یک جای گفته که خدا از پیدا کردن بنی اسرائیل پشیمان گردید. نسبت پشیمانی را به خالق نسبت چی است؟ سعی کنید هر موضوع را احساساتی پیش نرین. احساساتی آدم احساساتی کافر میشه. محقق باشین، تحقیق کنین. نسبت دادن حسادت که در بایبل آمده که خداوند حسادت کرد به آدم علیه السلام، یا مثلا پشیمان شد، صحیح نه؟ یا در جای دیگه آمده که خداوند که یعقوب علیه السلام کشتی گرفت. یارا اگر خواستین من کتاب بایبل میارم و یکی براتون نشان میدم. و امروز فکر من نشد اگر من میآوردم براتون صفاتش نشان میدم. نسبت دادن حسادت یا پشیمانی به خالق چی مشکل داره؟ مشکلش است که مثلا یک کسی را ما میگیم که کسی است که یک کار کرده باشه باز پشیمان شده باشه. تو کدام روز کدام کار کردی پشیمان شده باشی؟ بیا بگو برام، سعی کنیم. یک روز همراه همسایه جنگ کردیم باز پشیمان. یک روز همراه همسایه جنگ کردی باز پشیمان. تو که همسایه جنگ کردی؟ بله. پشیمان شدی؟ بله. خب من از پیش یک سوال میکنم. چرا پشیمان شدی؟ کار بدل خود کردی؟ خوب کار نکردیم بعد. یعنی تو نمیفهمیدی که کار خراب است؟ میفهمیدیم خود در احساسات بودیم. یعنی اشتباه کردی؟ بله. پس اشتباه کردن دلیل عاجزی است نه؟ ها؟ بشو. تو کسی هست که 4 سال پیش برش یک تعمیر خوبش پیدا شده باشه، پیسان داشته نخریده و حالا پشیمان شده باشه؟ بیاین. پشیمان شده از چی؟ تعمیر خونه یک زمین در شمالی بود که دریور ما رفتیم، دریور از منطقه از بیشه میره بخریم بسیار ما گفتم پیسان در بانک هم یک در انواری خانه انداختگی گو بیخم ما نخیردم با چند سال بعدش؟ یک 2 سال بعد 3 سال بعدش بازم دریور آمد. چرا پشیمان شدی؟ 5000 میخریدیمش گفت 40000 میخره دلار من نمیکش.
به 2 سال 5000 و 40000 تبدیل میشه. چرا پشیمان شدی؟ به خاطر که اشتباه کردیم که همون نفع از دست ما رفت. پس اگر این 2 سال پیش میفهمید، سعی اصل گپه، اگر استاد محمد بشیر در اون وقتی که پیسه هم دلماری افتادگی بود سایست و میفهمید که این زمین 2 سال بعد $40,000 میشه، صحیح؟ حتما میخرید. لکن این امو وقت نرخ میفهمید اما آینده زیر خبر نداشت. خب پس اینمی که انسان نمیفهمه، ما عالم غیب نیستیم. چی نیستیم؟ آینده خوده، آینده کشوره، حوادثی که میایه نمیفهمیم. از این خاطر بسیاری وقتا این کارا را میکنیم و پشیمان میشیم. ایناله اگر انسان پشیمان میشه، خود انسان میگه که من نمیفهمیدم. آل نسبت نفهمیدن یعنی جهالت، نسبت جهالت به خالقی که عالم غیب از دادن، بیادبی به خالق نیست؟ پس یهود چرا لعنت خدا سرشان نازل شد؟ که با خالق چی کردن؟ بیادبی کردن و صفات زشت و خراب و عاجزی مخلوق به کی نسبت دادن؟ به خالق. ایناله از این خاطر ما در قاعده چی گفتیم؟ که اول افعال خالق میشناسیم، سیزنه افعال خالق، باز افعال مخلوق میشناسیم، باز افعال خالق و مخلوق نسبت نمیتیم و افعال مخلوق به خالق نسبت نمیتیم و افعال خالق از مخلوق تقاضا نمیتیم. خب حال 4 قاعده اول فهمیدیم. قاعده پنجمیش بسیار مهم است که شرک و کفر دمی قاعده پنجمی زیاد پیدا میشه و امروز بالفعل در کشور ما و شما مشاهده میشه که افعال خالق از کی تقاضا میکنن؟ از مخلوق تقاضا میکنن. اول خلق کردن است. امی کسایی که در زیارت ها میرن، خوب فکرتان بگیرید و میگن که یا شاهد شمشیره یا سخی جان یا فلانی جان بر ما بچه بتی یا دختر بتی، یا یک کسی رفت در قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و گفت که ای پیغمبر خدا بر ما بچه بتی یا دختر بتی. امی خلق کننده بچه یا دختر الله هست یا رسول الله؟ الله. الله خالق است و رسول الله مخلوق. پس اینالی ای فعل خالق از مخلوق تقاضا کرد یا نکرد؟ و نسبت دادن و تقاضا کردن فعل خالق از مخلوق بی‌ادبی به خالق است یا نیست؟ و فرمول چی بود؟ نه، فرمول اخلاقی که با گفتن لا اله الا الله داخل چی میشیم؟ چوکات اسلام میشیم. و با چی خود آدمی چوکات حفظ میکنیم؟ ادب و اخلاق با مقدسات که در اصل از او الله است. پس ایناله این انسانی که پیش مخلوق میره که برای من بچه بتی یا دختر بتی، یا سکنی بچه بتی یا دختر بتی، فعل خالق از مخلوق تقاضا کرد یا نکرد؟ خب تقدیر ما و شما را کی نوشته میکنه؟ الله. الله تقدیر کرده که ای بچه باشه، ای چی باشه؟ دختر باشه. امی کسایی که پیش فالبینا میرن که
الله برای یکی اولاد میته، برای یکی نمیته، برای یکی بچه میته، برای یکی دختر میته، برای یکی اردوش میته، برای یکی هیچ کدامش نمیته. صحیح نه؟ حالا می کسایی که پیش از این فالبینا و پیش از یا میرن میگه که برای من تعویض بده که ما بچه پیدا کنم یا دختر ما بچه شوه یا ما اولاد ندارم صاحب اولاد شوم. آیا اینا برای این مخلوق از مخلوق فعل خالق تقاضا کردن یا نکردن؟ و او کسی که میگه بله من این کارو میکنم، من دخترت بچه میسازم، یا خدا تو را اولاد نمیته، من برات امر نشته میکنم. تعویض یعنی امر. العیاذ بالله. و همین برای چی بته؟ اولاد بته و در تقدیر تو نرفته. من تقدیر تغییر میکنم. همین کسی که همین فعل خالق تقاضا میکنه ربوبیت، خود دعوای ربوبیت کرد نکرد، اما بیچاره چرا همین کار میکنه؟ به خاطر ازی که این بیچاره در عقیده فکر نکردن، در پیسه فکر کردن. این در پیسه فکر کرده، در عقیده فکر نکرده. و او کسی که پیشش آمده او در اولاد فکر کرده، در عقیده فکر نکرده. پس عریضه را که باید پیش وزیر میبرد، عریضه خدا پیش چپراسی بود. و این چپراسی در چوکی وزیر ششته امر نشته می. پس اردو طریق مشکل چی پیدا کردن؟ عقیده پیدا. شفا دهنده کی هست؟ الله. پس یکی از افعال خالق شفا دادن است. مخلوق چی وظیفه‌اش است؟ تداوی کردن است، دوا دادن است. مخلوق دوا میده، تداوی میکنه، اما شفا داده نمیتونه. از این خاطر اگر همیشه یک دکتر صاحب بود که ما سالی 6 بود در اعتکاف، پرسان شدیم که دکتر صاحب چرا از فامیل مریض خط میگیرین؟ چرا دکتر صاحب از فامیل مریض خط میگیری؟ دکترشون دکتر مسلمان بود و عقیدهش خوب بود. دکتر صاحب گفت که به خاطر ازی که ما دکترها دوا میتیم، معالجه میکنیم، ضامن شفای کسی را ضمانتش کرده نمیتونه. پس از این خاطر اگر یک آجی صاحب مریض بود، برای بچهش میگیم که بچه برادر عزیز پدرت مریض است، ما این عملیات میکنیم، تداوی میکنیم، پچکاری میکنیم مطابق توان خود. اگر مرد بعد از این ضامنش ما نیست. اگر خوب شد شفا دهنده الله است و اگر نتیجه نداد ما را نگیری که کشتی، چون ما دکتر هستیم، شفا دهنده الله است. صحیح شد نه؟ این حال یک کسی که میره اشتک خود از زیر ریشه درخت تیر میکنه. یک درخت است به نام درخت شنگ. یک وقت خانه ما دمی پیش قول آبچکان بود، خب بغل کو پالوی خانه ما موجه پایین ترکش یک چشمه بود، در سر از چشمه یک درخت بود. خانه ما اشتکای خودم می آورده از امی زیر ریشه درخت تیر میکرد. ما پرسان میکردیم که چری کارم میکنه؟ میگه فلکشان چی است؟ مریض است و این درخت ریشه درخت چی میده؟ شفا میده. پس مقام ربوبیت خالق به مخلوق داد یا نداد؟ و این زن بیچاره 5 وقت نمازم میخوانه و روزام خوب پخته میگیره و کل احکام تطبیق میکنه، لکن شیطان عقیدهش خراب کرده و این در شرک و کفر مبتلا کرده و شیطان عادتش است که انسان در شرک و کفر مبتلا میکنه. باز میگه این حال تسبیح 1000 دانه‌ای جور کو. این ملا آخو
به تسبیح یا وهابیستن. فهمیدین؟ این ملا چی هستن؟ وهابیست. سعی که وهابی رو یک تسبیح استفاده نداره. این حال مجبور ما به خاطر اینکه خود از وهابیگری بکشیم کدام تسبیح خیرات کنیم. اون سعی کنیم. اون وهابی علامتش که تسبیح یکش 4 دانه است. من که تسبیح 1000 دانه ای دارم، لکن اشتک خود از زیر چی تیر میکنم؟ خانم اشتک از زیر درخت تیر میکنم. صفت ربوبیت خالق و مخلوق میکنه. ای که تسبیح تو 1000 دانه ایست، ای ارزش وقت پیدا میکنه که تسبیح 1000 دانه ای تو به اساس عقیده توحید باشه. اما خودت بیری پیش شیر لالایت سجده کنی و به حالت سجده بوتایش هم ماچ کنی و پایش هم ماچ کنی و مادر اولادا مشتک از زیر ریشه درخت تیر بکنه، باز اونجا بویی که من مؤمن و موحد یکتا پرست هستم. هیچ چیز نیست. از یک عالم پرسان کردن، گفتن این تسبیح سنت است یا بدعت است؟ گفتن او جوابش چه خوب گفت تسبیح که از کلکولیتور است. چی است؟ حساب کننده هست. 1 2 3 4 5 6 کار چی رو میکنه؟ ماشین حساب میکنه. اگر تو میخوای که می تسبیحات من 100 دانه میگم، من میرم چی کنم؟ حساب کنم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حساب کردم میرم. خلاص منش یک ماشین حساب از تسبیح استفاده کردی، خوب است. اما گفتی که تسبیح سنت است، سنت نیست، باز این بدعت میشه. اگر عقیده کردی که تسبیح خودش ثواب داره، در بدعت داخل شده. اما اگر گفتی که تسبیح منش یک وسیله حساب کننده است، من حساب میکنم. خب پس زندگی الله میده، یحیی و یمیت. زندگی الله میده، کسی دیگه زندگی دادن نمیده. این حال وقتی که گفتیم چه قسمی قاعده را تطبیق میکنیم در زندگی روزانه خود، ما هیچ وقت بچه یا دختر از مخلوق تقاضا نمیکنیم. اگر الله برای ما بچه داد، میگم پروردگار 50 تا بچه جوان بدید. نداد، با قضا و قدر الهی چی هستیم؟ تسلیم هستیم. غیر از مخلوق تقاضا نمیکنیم. به این شکل اجابت کننده مجیب، اما یجیب المضطر اذا دعا، یکی از الله هست. این حال کسی که صفت مجیب الله را به مخلوق میته، این بیادبی در مقابل خالق میکنه. از این خاطر کسایی که میرن در مقابل بگوان استاد میشه که ای بگوان من اینی مشکل دارم، تو مشکل کشای من هستی. و یا مسلمانی که به نام مسلمان میره در مقابل یک قبر استاد میشه که ای فلانی صاحب تو مشکلات مرا، علی شیر خدا دردم دوا کن. پس ایچی کردن؟ صفت مجیب بودن خالق به کی دادن؟ با مخلوق دادن. از این خاطر ما استاد محترم کوثر صاحب 5 قاعده توحید ربوبیت برشان ما گفتم. این حال اول چی است که قاعده اول چی است که افعال خالق چی است؟ قاعده هر کسی دست خدا بالا نمیکنه و نمیگه. دوم قاعده چی است که طرف افعال مخلوق چی را؟ افعال خالق بشناسیم که چی افعال مخصوص خالق است. گفتم نه براتون. و افعال مخلوق که چی است؟ افعال مخلوق جدولش است که افعال مثبت است: خوردن، نوشیدن، خوابیدن، ازدواج کردن، گرسنه شدن، تشنه شدن، خسته شدن. و افعال منفی چی است؟ حسادت کردن، دروغ گفتن، پشیمان شدن، غیبت کردن، ناکام شدن، تهمت کردن. این گپا صحیح شد نه؟ قاعده سومش چی بود؟ افعال خالق و مخلوق نسبت نمیدیم. چی میکنیم بگوین؟ آفرین. افعال خالق و مخلوق نسبت نمیدیم. قاعده چهارمی بود که افعال مخلوق و خالق نسبت، که افعال خالق از مخلوق تقاضا چی هستن؟ درس امروز ما شما و نقطه که ما گفتیم که چرا یهود و نصارا و چرا یهود مورد لعنت خالق قرار گرفتن، به خاطر از اینکه با بی‌ادبی افعال خالق، افعال زشت مخلوق به کی نسبت دادن؟
حتی بعضی کساس اون روز من دیدم امی آخری یک سوال مثلا در حیرت افتادن کوثر صاحب در حیرت افتادن به خالق نسبت دادن بی‌ادبی است؟ بلکل ضعف است. صفات خدا نیست، برای خدا نسبت میده. الحاد فی الاسماء میگه. آفرین. خب کدام صفته؟ امی صفت تحیر، حیرت، حیران. خب خیلی شیر بر من رو بگو. آها سومیش تعویلشان در حیرت انداخت خدا و جبرئیل و مصطفی. این بر من نال سیک و این شاعر کلام شاعر است. فیلسوف اسلامی است. اما اشتباهش چی است؟ اگه یک روز میامد 5 امی قاعده استادایی رو یاد میگرفت صحیح است نه؟ این اشتباه را نمیگه. الله ببخشش. ببین نه؟ و این شعر بسیاری وقتا حتی ما کسایی دیدیم که خوب خود سلفی قوی عقیده میگیره همین شعر خوانده. یکی از شاگردای ما بود گفت همین شعر خوان بازی گفت کنون از استاد دایی تقاضا میکنیم که چطور گفتم برادر این شعر دیگه نخوان. چرا که در این شعر اینمی بی‌ادبیگک و این بی‌ادبیگک نیست. بسیار گپ خطرناک است. چرا آدم در حیرت وقت میفته که عاقبت یک کار نمیفهمه. مثلا این 5 قاعده رو یاد بگیریم و درس ما ختم است و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.